به نام خداوند بخشنده مهربان. خب این قسمت میریم سراغ بخش سوم، برنامه‌نویسی. قسمت اول نصب ویژوال استودیو. خب چرا نرم افزار ویژوال استودیو؟ چون آنریل انجین که بلوپرینت داره، نیازی نیست به کد نویسی به صورت دستی. یونیتی 2020 هم که نود بیسیک اضافه شده، اونم نیاز نیست. ولی خب کسی که برنامه‌نویسی بلد نیست اصلا نمیتونه بلوپرینت رو استفاده کنه، نمیتونه نود بیسیک یونیتی رو استفاده بکنه. توی یونیتی الان نسخه 2019 داستم نود بیسیک نداره، بعد دستی کد نویسی بکنیم. کلا نود بیسیک من خوشم نمیاد، شما هم نباید خوشتون بیاد. اول میریم دانلود میکنیم نسخه ویژوال استودیو 2019. 2000 نسخه که من دارم 2017 فشرده شده است. سورس باران تقریبا چیزی حدود 4832 تا، نیم هم ازش کم بکنیم میشه 31.5 گیگ. 31.500 مگه اگه بخواین 2019 رو دانلود بکنیم. 2017 فشرده شدهش 7 گیگه. فشرده شده. این نسخه تو سایت سورس باران 7 گیگ 8 گیگه. نسخه این که من دارم همین نسخه است. و حالا شما اگه نت دارین 2019 رو دانلود کنین، 100% بهتره. منم نت گیرم اومد 2019 رو میگیرم حتما. حتی جا ندارم. بله ولش کنم، این نسخه فعلا خوبه. 2019 2017. خب بعد از اینکه ویژوال استودیو رو دانلود کردین، روی ستاپش کلیک میکنید. البته اینجا سه نوع ستاپ داره: پروفشنال، انترپرایز و کامیونیتی. کامیونیتی رایگانه، انترپرایز و پروفشنال پولی کاری به اینا نداریم، میریم سراغ کامیونیتی. البته اگه دستتون خورد و کنتینیو رو میزنید. البته اگه دستتون خورد و پروفشنال و انترپرایز رو دانلود کردید اصلا اشکال نداره. کرک اینجا داریم، کرک میکنیم جوری که خود شرکت نفهمه چه جوری کرک شد. ما ویندوز رو کرک میکنیم دیگه، حالا این چیزی نیست. خب خود ویژوال استودیو این استالرش به این شکله که شما هر ابزاری، هر زبان برنامه‌نویسی رو که میخوای میتونی اینجا انتخاب بکنی رو و اون رو نصب بکنی. چیزی که خیلی مهمه، اولین چیزی که خیلی مهمه دات نت دسکتاپ دیولپمنت. خود کلاس سی شارپ اول وارد میکنه. اگه سی پلاس پلاس خاصی، پایتون، اس پی دات نت، حالا اینا رو من برنامه‌نویسی میکنم. زامارین، اندروید آی اس کردن کراس پلتفرم زبان سی شارپ. شما وقتی با جاوا توی اندروید استودیو برنامه‌نویسی میکنی فقط برای اندروید خروجی میگیری. آی او اس و نمیدونم از این کراس بقیه چیزا تو حواس دیگه. و الان ما چیزی که نیاز داریم گیم دیولپمنت وید یونیتی. این گزینه رو حتما تیک بزنید. ویژوال استودیو رو ما داریم نصب میکنیم فقط برای این گزینه. این گزینه هم نزنید دیگه هیچ. مودیفای میزنید نصب میشه. بعد از نصب وقتی میخواین نرم افزار رو بیاریدش، خب میاد بالا از شما مثلا میپرسه، میگه یو آی برنامه چه شکلی باشه. شما روی دارک مود میزنید و میایید وارد یونیتی میشه. حتی اگه گزینه دیگه هم زنید غیر دارک مود، میتونیم از گزینه تولز آپشن گزینه دارک رو انتخاب بکنید که به این صورت باشه. حالا شما هر طور راحت ترین، هر طور دوست دارین، کسی قرار نیست به شما 100 تومن بده. شما یونیتی رو، ویژوال استودیو رو کار میکنید. تو قسمت بعدی میریم سراغ پروژه.